رمضان چیکاره گیلر؟ چه گریه میکنی؟ چه کاره بچه خاله چی گفته؟ رمضان بچه من ناجوره اگه در یک 1000 روپیه یا 1200 بده بچه خود میبرم به دکتر میبرم یاره گیلر خب اگه بگم دلبند تو خدا بندازونه بچه خالی منی که دل نمیشون چره؟ دلبند امر که تو بندختون دیگه تو خب کودک که یاد ببیم دل من بخون نمیستکه حال دلکش اسمیر بشنیدی همو حال دلکش حال تو شدی تا ما بفهمیدون که بچه تو ناجوره گریت چوب شد که دلبنده به بفتاد گفتم البته خدای نکرده کسمس یک مرگ مرومی چیزی کرده که تو امیدی به من خبر بدی او بیا تو که معطلن که برجا مرگ باشه بدهیم خیره مختی از این کارا تو نی بچه خاله خودی بی خو که روز اول تا به روز هفتم منجگاه به خونه مرتکه بشی ما او کارا خوش نداریم خدا میرم میگم نه چیز رمضان گفته که بیبی ما و بیبی تو یکینیه که با بیبی خود توهین میکنی من بیبی پیری تو گفتم بیبی پیری ما و تو که یکینی اگه مدری یکیه حالا گپ ازی بزن که چه کار شده بچه طور چی؟ بچه طور چه کار شده که ناجوره تقار بری برو دم میکنه ایشته تقار بری دم میکنه شکم دم میکنه نه دیگه پینک دم میکنه خواهد دیگه البته تو نون خور به پینک خود میکنی و من میگم البته دست پای وره همه چیزی میکنه تو دم میگی تقار بری دم تقار خمیری کنی شکمه یو با خدا نمیفهم رمضان هر چیز نخود کپا میکنه میگیریم نخودار میدیم نمیفته بالی و ما که چیز نخوردیم تا حال گوشت همین بیعقلی شد زن ما برفته دیشب لنگا مرغ خریدی بیدر انم لنگا مرغ بستون برو آره میتونیه اصلا چی بگم دول بریم است که تلفق گیلک جو او عقل زن تو نمیکشه او مثل که سر دل کرده یک کپه عجقونی درونی چیزی بری و بعد امتیار میشه و اگه زن تو نمیفهمه بیبی تو که هست به بیبی خب بگو زن قدیم بیبی تو میفهمه که چی به بچه بده که سر دل کرده بابا بیبی ما چی میفهمه بچه دم کرده بیبی من بگرفته 50 خور بگرفته غریب بچه من خفه کرده میگم من کم عجیر بالا میکنه اونو چیشای ندیدک اردو 50 خور جلو کرده به ناجی بچه و بچه که گلو درد نیه که کمر بالا میکنه خود نمیفهمه بیبی میگی کم به دل آورده کمی مثل که بفتاده به تا چکه همین سر دل کرده حالا به دکتر میریم حالا بچه خاله رد دو دکتر هلکو پینجری به تو میدون برو عظمی اتریا یک من داردوا و اینون میشه بگو به اتری بگو به چی سر دل کردی یا کپه یا درونه یا عجقون یا یک کربیه اون میفهمه مرتگاه خودیو دوا چی بگم بده؟ دوا یونانی یونانی بفهمیدی؟ خب اگه خرج دوا چی ندگه اگه پینجه به طرف خرج نشه گوش نیم شکم یا آره بچه خاله هنه بیستین همه گیر به خود سندویچ چیزی بستو امیر به می تلفک برو چیز میزی بستو یک به می عطری یک چیزی میده بستو بیارک برو ای بیستین به خود سندویچ بستو دوار نونانی تو به عطری برو دویار نونانی و یونانی بگی میفهمه تا حالت به روی زبون تو نوشته کنو تا اونجی پاک میکنی برو سیه خیر بینه برو دوار یونانی بگی که بچه مهمی سر دل کده هر چه میگن یونانی و به من یونانی میگه همه بچه هم آخر تو خودی بیبی خوزن خو خاک کشتی اگه دارم یک 500 میلیون آمده بچی من ناجورم مای برو به دکتر شان من گفتم خود نانه من گفتم برو گوش کش تو خوب بیا گوش کش سال بام 12 ما شما که فقط اگر نون به گلو شما راسته تانه رفت یا مر میشناسیم یا یک قوم دگی بابا این مادر تو چکار میکنه این چیخ زد چال به سر ما میریم چکار شده بچه ناجوره ورده ببریم به دکتر بچه تو ناجوره که پیاجگونی بده تیار میشه دیگه بابا این عجگونی نیه خب یعنی من چی خدمت کنم من چکار کنم بردیم پره رو به دکتر بده میگم رودای نو توتای افتاده چکار شده بردیم به دکتر پره روزا خب دکتر گفتی بدون نو تا رودی از این توی افتاده همه چیز میزی داده که بچه
ناجور شده به رودای تی افتاده دیگه. کار شما زنشویه دیگه. ماشم خب حالا چیکار شده تلفاکه؟ بگرفته نانه ما چون پستا خلبزی خوش که لرد کرده اونال من نگه تیوا بعد دا بچه بخورده انال مثل تنکی موتر برید باد کرده. خب من چی خدمت کنم گلک جون؟ چی خدمت کنم؟ یک ذر خدمت کردم پول باشی شما به قرض دادم دیگه چی خدمت کنم؟ چیکار کنم؟ حالا انگار پول داریم یکی نیم هزار بدیم یا 14.5 بعدم ببرم به دکتر ببرم تیار شفا بیافه چه کار میشه؟ شما خشو عمه منم بیگونه ایم. میفهمم که شو عمتونو چیکار کنم؟ به غیر از مه برار کاکا ماما بیبی خاله دیگه کسر هم که داریم فقط تو شدی و مه فقط بالی ما فوکس کردیم که حالا بلا تو بده. چیکار کنم تا کی بودم؟ بیا درو که دست خوب کیسام بیا 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 پول ندارم دیگه وا بمون از مه هم صلبم 12 و در خونه شو همه بده بچه ما ناجوره سفره ما خلیه گندم ما خلاص شد برینجا ما خلاص شد روغنا ما خلاص شد با مردم دیگه نکن ندار بابا حال من با شما دروغ نمیگم به شما دارم به سر شما دارم شو همه که سر خوش که شما رو مال به یک پل شیلی نمیدم من میگم بچه ما ناجوره اگه بابا نداره بیای بریم پیشمون دکتر خودین سعی کنیم معاینه داریم برای من یک معاینه میگیریم از دکترها سعی کنیم نو تا رودی آفرنس شده یا نه بگیره پینجیر بگیره خیلی بینی برو گیره تو فقط به خاطر همون پینجیر بگو من طور مشناسم مادر طور مشناسم خانم طور مشناسم مرگ شما فقط همون پینجیره چکی خاک دست شما یا لفار بمی سلام علیکم. و علیکم. بابا مادر من برات پول ریکا خاطر خالی من زنگ زد گفت اگه می بچه من ناجوره 2000 یا کریم هزار پولی بدم یعنی بچه گیلن خاطر بیچاره ناجوره بعد دست راه که هم برفتم پول نداده بزینو چه کار شده بچه گیله که؟ من چون ناجوره مادر تو خوبش یاریه اگه من بمی باجه خو گیله پول بدم مگه بزو ببخشم من پول دارم کالی بابا 2000 3000 پول بدم تو بچه خو میبره به دکتر خب بیچاره ناجوره بابا خب چه کار کنه که ناجوره؟ به من چه که ناجوره؟ به من چه که ناجوره لالا؟ مادر تو رای کده که تو برو 2000 3000 پولی بسته که بچه خوب به دکتر میبره 2000 یک کریم هزاره ندارم برای کار کنه از کی میمونه؟ تری ارتسه که برای یک گنبت خونی شده یک روزه که ما بزو کمک کنم 2 روزه که ما بزو کمک کنم 24 ساعت که اگه اینا ناجور هم داشته باشم مار میشناسم اگه میمونم بیای مار میشناسم با چه کار کنم خود اینو؟ بابا شما ثواب به کار نداری آخر چی نکنه بچه باجی شما نه من میگم بچه مادر ما باشه 1 روپیه خدا من نمیدم به کسی برو برات کار خب برو بابا تا بخش کو پوله خب کی گفتم نه من کی گفتم نه دارم نمیدم خلاص او تلفک به خدا بابا گناه داره مریضی کشه تو مادر تو که خیلی دلسوزی میکنیم بریم قرض کنیم برای بعد این کار بچله برو بیا آماده این چقدر به پیش مکتی 200,000 روپیه پول برای ازی بده کاش که برای ازی پول بدی با بتونی ازی بوستونی مگر بزی ببخشی که برات کار خبره ای خدا امین ناجیری و بی پول خیلی سخته تو سعی کنی پیرمه تا بخش مال 70-80,000 پوله یکنیم هزار نشد بده به بچه خالمه میفهمی امرو ازم هر جا باشه یکنیم هزار پیدا میکنم نسیه میکنم هر کاری نکنم میدون دست بچه خاله خوب ببره بچه خوب دکتر بابا گیلک تو به کجای تو چی رو آدم بیاخلی خدا شاهده دیوونه جون ما کردی مار تو خب ما چره بابا از صبح زن تو میگه که گیلک بده شده بچه به کجا برفته برات پول برو من پول ببردم یکرین 2000 روپیه به خانم تو پول بردم برو که بچه رو برداری ببری به دکتر که خدای نکرده وضعیت خرابتر برا تو به پیش میگم خشاک یخن کنده خب 1 روپیه به من ندادم میگم ما چون برو یک فرغون ما چون دوار لکمجی بسته ما چون چی بسته اچغان بسته چی بسته کی به من پول میده من زن منه یعنی یک جوان مرد پیدا نشده 1000 پول به تو بده بله یا جوان مرد مامای بداده شما پول بداده بله یا ها دیگه نه مالا که ما دادم یکرین 2000 به دست خواهر خب برو ها بله یا تیار نشدید بچه ده تیار نشده برو چون یک
داد به خانم خورم ورد داره تفلک کردم ورد داد زودتر ببر که کلینیک ببریم برو در سر شما سکل خال بدین که سکل شکل مرم باز می پیاده خوششته برو یاره ایسا بیا کلو شو ای تو ما خود شما خیلی شکل سخت اشتباه کردین که بگیر شما بله یا